мақомот дар Узбекистон танқидҳои Созмони Милали Муттаҳид дар бораи шеваи бархурд бо парвандаи Гулнора Каримованро рад карданд. Маркази миллии ҳуқуқи инсон дар Узбекистон дар як изҳороте посухи ҳукумати ин кишварро ба гузориши гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳабсҳои худсарона дар робита бо парвандаи духтари калонии президенти пешин Ислом Каримов нашр намуд. дар гузориши ин гурӯҳ ҳабсу зиндонӣ кардани Гулнора Каримова як амали ғайриқонунӣ номида шудааст. ҳамкорам Тоҳири Сафар ҳоло бо мо дар студия аст ва аз ӯ хоҳиш мекунем ки мавқеи ҳукумати Ӯзбекистон ва хулосаҳои Созмони Милали Муттаҳидро дар бораи парвандаи Каримова ба мо бигӯяд. ولی خیرامان مقامات ازبکستان گفتند که در گزارش گروه کاری سازمان ملل نظرهای یکجانبه استفاده شده است و پاسخ رسمی تاشکند را نادیده گرفتند که این عادلانه نیست. در پاسخ حکومت آمده است از جمله که تمام پرونده‌های جنایتی گلناره کریمووا بر پایه مقررات قانون و مطابق به عهده‌داری‌های بین المللی ازبکستان از جمله عهدنامه بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی تحقیق شدند. با تاکید حکومت ازبکستان در تمام مرحله‌های دادگاهی هم عدالت تامین شده است. ولی گروه کاری سازمان ملل میگوید 14 فوریه سال 2014 گلنوره کریمووا را ماموران امنیتی به امر دادگاه بازداشت کردند. 18 ماه با دخترش در حبس خانگی بود و دخترش به مکتب هم رفتن نمی‌توانست. بار دوم گلنوره کریمووا را روز 21 آگوست سال 2015 در آشخانه منزلش در شهر تاشکند محاکمه و به 5 سال حبس خانگی محکوم کردند. حکم نهایی او سال 2019 صادر شد و گلناره کریمووا به 13 سال و 4 ماه زندان محکوم شد و به زندان زنانه فرستاده شد. گروه کاری سازمان ملل نوشته است که در پرونده کریمووا چند موردی قانون‌های بین المللی نقض شده است و برای همین حکومت ازبکستان باید به او جبران معنوی پردازد و پرونده کریمووا از نو و عادلانه تحقیق شود. تا کجا انتقادهای سازمان ملل متحد میتواند در سرنوشت کریمووا تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر طاهر اینکه او در از خودکنی مبلغ‌های هنگفت گناهکار شده است که آن را حتی مفتشان خارجی هم تصدیق میکنند. بله خیرامان دادستانی کل ازبکستان گفته است ضرر عمومی که کریمووا به منفعت‌های دولت و شهروندان رسانیده است بیش از 1 تریلیون سوم یا بیش از 1 میلیارد دلار حساب شده است. یکی از قانون‌شکنی‌های جدی هم که کشورهای اروپایی گلناره کریمووا را به آن متهم می‌کنند این است که او از شرکت‌های عظیم مخابراتی خارجی در ازبکستان برای فعالیت در قلمرو کشور صدها میلیون دلار رشوه گرفته است. ولی تا کجا حکومت ازبکستان خواسته سازمان ملل را برای پرداخت جبران و محاکمه دیگر باره اجرا میکند سوال جدی است. از جمله عبدالرحمن تشنف رئیس سازمان حامی حقوق ازگولیک در صحبت با رادیو آزادلیک بخش ازبکی رادیو آزادی گفته است که خلاصه‌های گروه کاری بیشتر مشورتی هستند و حکم اجرا ندارند. حکومت ازبکستان هم به قول او به احتمال زیاد حکم را تغییر نمیدهد. حامی حقوق امید نیازова گفته است گلناره کریمووا قربانی بی قانونی شد که پدرش پرزیدنت اولین ازبکستان اسلام کریموف آن را ایجاد کرد و در نهایت دخترش هم به چاهی آن افتاد. تشکر. طاهری سفر بود با خلاصه‌های پرونده گلناره کریمووا از دیدگاه گروه کاری سازمان ملل متحد و هم حکومت ازبکستان.